شمس المودة في سمعنا واستنار الجو من بعد الغيوم وانتشر عطر السعادة في هوانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با نزدیک شدن و فرارسیدن ماه مبارک رمضان هر طفل یتیم و بی‌بضاعت تشویشی داشتن لباس نوی عیدی را دارد. الحمدلله امروز تانستیم با همکاری افغان سوشال کلاب به 160 تن از اطفال بی‌بضاعت و یتیم لباسی نو توزیع کنیم. از شما هموطنان عزیزی که پیام ما را میشنوین، تقاضای ما است که در این مسیر خیر و در مسیر رفاقت رسول الله صلی الله علیه و سلم که مسیر شفقت به یتیم و کفالت یتیم است با ما همراه شوین تا بتانیم که صدها و هزارها طفل یتیم را لبخند را به لبانشان بیاریم و دلی از وارا شاد کنیم. الحمدلله امروز تانستیم به 160 طفل یتیم لبخندی را هدیه بکنیم. البته این همکاری‌های پیوسته شما عزیزاست و لطف شماست که با مؤسسه خیریه احساس همراه و همگام هستین. امیدوارم که همکاری‌های خود همیشه با احساس داشته باشین تا بتوانیم که با مستحق‌ترین افراد جامعه همکاری‌های شما را برسانیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همکاری یکایک شما سپاس. احساس بزرگترین حامی ایتام در افغانستان. طارت الأرواح شوقا في لقانا تعبر الأفلاك تجتاز النجوم يا عسانا في رضاكم من توالى يا عسى أفراحكم دايم تدومي طارت الأرواح شوقا في لقانا تعبر الأفلاك تجتاز النجوم يا عسانا في رضاكم لقانا تعبر الأفلاك تجتاز النجوم يا عسانا في رضاكم لقانا تعبر الأفلاك تجتاز النجوم يا عسانا في رضاكم أنت وأنا يا عسى أفراحكم دايم تدومي أشرقت شمس المودة في سمانا